سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، امروز بعد از بسیار وقت‌های دیر آمدیم به خیرخانه شهر. دوستان این خیرخانه یکی از بسیار مناطق زهم، سرک حاجی چمن، هتل پروان و این طرفا رو دوستان عزیز کلا گفتم جز بهترین بخش‌های کابل است. کلا خیرخانه، هتل خیرخانه دوستان عزیز نفوذش چقدر زیاد شده و اون دیگه مردم دوستان عزیز این طرف دوستان عزیز پارک حصه اول است که من هر چیز زیبایی پارک براتون بگویم کم است. هر قدر ویدیوهای ما داخلش داریم ولی نمیخوایم داخلش بریم دوستان عزیز. اگر خواستین ویدیوهاش هم میتونین از همه چینل هست برین و سرچ کنین پارک حصه اول خیرخانه، میاین ببینین، شما زیباییش ببینین، همه چیزش دوستان عزیز که چه یک جای از با فکر. سلام و درود نصار شما خوبان و عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتون هم به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، امروز بعد از بسیار وقت‌های دیر آمدیم به خیرخانه شهر. دوستان این خیرخانه یکی از بسیار مناطق زیبای کابل است، بسیار آرام، سرسبز، نزدیک بازار، یعنی از هر لحاظ یک منطقه کامل است دوستان عزیز. شما این پیاده رو ببینین چقدر زیبا و فضای خوب داره. در هیچ جای کابل دوستان عزیز، حتی در کارتی 4 کابل شما یک فضا رو پیدا نمیتونید. سرک‌ها کلاً پخته، سرسبز، از هر لحاظ دوستان عزیز، مکاتب، مدارس، هر چی که بگین دوستان عزیز در اینجا پیدا میشه. یک پانتون شخصی است، پانتون سید جمال الدین افغان است، چند پانتون دیگه میجا سرای شمالی هستن و پانتون های دولتی دیگه اینجا نیست، از لحاظ امتیاز درش نمیتیم. اما واقعا دوستان عزیز از لحاظ بازار و اینا، از لحاظ منطقه، آب و هوا و همه چیز یکی از مکمل ترین جاهای شهر کابل است. ببین دوستان عزیز که ببینیم از چی لازمه این گپا رو میگم. شما دو کوکین از اینجا رو ببینین، بسیار کورس های خوب از دوستان عزیز، حتی باور کنین از بسیار جاهای دور کابل اینجا با کورس خواندن میایه مردم، از بسیار جاهای دور کورس های بسیار خوب داشت اینجا. البته قال نامش نمانده، سابق بود کورس های مثل آزرخش بود، بهزاد بود، مثل کمبریج و اینا دوستان عزیز که اما حالا واقعا تو مزهشون نمانده. اما از کیفیت زندگی دوستان عزیز در اینجا بسیار یک جای خوب است. من همیشه به می باور هستم. این منطقه دیگه دوستان عزیز قلعه نجارا، خشتوختی، سرک حوزه زهم، سرک حاجی چمن، هتل پروان و این طرفا دیگه دوستان عزیز کلا گفتم جز بهترین بخش‌های کابل است. کلا خیرخانه، هتل خیرخانه دوستان عزیز نفوذش چقدر زیاد شده و اون دیگه مردم دوستان عزیز آمده میرن زندگی میکنن اونجا، خانه جور میکنن. در ضمن از دوستان عزیز سرکشون جور شده میره، اونجا ساخت ساز بسیار زیاد شده. شما اگه این ویدیوهای شرک طلایی رو برین سعی کنین میبینین که چقدر تغییرات آمده اونجا و کم کم از اینجا هم کرده زیبا شده میره دیگه. یک ذره دوستان عزیز شاید از نقاط مرکزی شهر کابل دور باشه، اما ضرورت نداره دوستان عزیز کسی که زندگی میکنه با اون نقاط بره. لیسه مریم نزدیک، سرای شمالی نزدیک، کازای شمالی میرن برشون نزدیک و ضرورت بشار رفتن نیست. من بسیاریا رو میشناسم دوستان عزیز خانهشون پهلوی مندوی کابل است، من از لیسه مریم خرید میکنن. خانهشون بسیار جای دور است، من از سرای شمالی کابل خرید میکنن و گفتم دیگه همه چیز است. مکاتب بسیار خوب دولتی دوستان عزیز در این قسمت هست، از جمله همین لیسه که در لیسه مریم موقعیت داره، غلام حیدر خان، چقدر یک نام نشان بزرگ داره دوستان عزیز و واقعا یکی از مکاتب بسیار خوب در شهر کابل است و این دوستان عزیز از شوک حصه اول خیرخانه کابل هست
که در تصویر میبینین. و این هم دوستان عزیز قابل ذکر است که زیادتر مردمان قوم تاجیک ما در این بخشا زندگی میکنن. مردمان پشتون هم دیده میشن هستن، اما مردمان قوم هزاری ما رو موقع زیاد این طرفا ندیدیم. این طرف دوستان عزیز پارک حسی اول است که من هر چیز زیبایی پارک براتون بگویم کم است. هر قدر ویدیوهای ما داخلش داریم ولی نمیخوایم داخلش بریم دوستان عزیز. اگر خواستین ویدیوهاش هم میتونین از همین چینل هست برین و سرچ کنین پارک حسی اول خیرخانه، میاین ببینین، شما زیباییش ببینین، همه چیزش دوستان عزیز که چه یک جای است با فکر آرام کردن. حالا هر جای کابل دوستان عزیز یک پارک داره، خوی پارک سابقه هست. پارک که وقتی دیگه جای پارک نبود، جا پارک بود، مردم از جای بسیار دور به این پارک میمدن. وقت شهر بازی داشت و همونطور دیگه چیزا. خب به هر صورت دوستان نهایت گرامی دیگه شفاخانه های بسیار مجهزه میشه است، مثل همین شفاخانه فیضی و شفاخانه افغان که در تصویر بیننده هستین. شفاخانه های خصوصی هستن، از شفاخانه دولتی شفاخانه لیسی مریم هم میتونم دوستان عزیز براتون نام ببرم. کلا دوستان عزیز امروز فکر کنم در مورد خیرخانه و خوبیاش براتون گفتم، چون واقعا یکی از مناطقی است که خودم شخصا بسیار دوست دارم میجره. بسیار یک جای آرام و راحت به زندگی هست. شفاخانه افغان در این سرک دوستان عزیز امیال قدم میزنیم. این سرک نه بالاترشه به نام سرک مسجد چی میگن دوستان عزیز، چی بود اسمش رو فراموش کردم. یک مسجد هست که سالن فاتح خوانی هم داره دوستان عزیز، بسیار مشهور هم است، مسجد کویتی. بله دوستان عزیز سالن مسجد کویتی هست که مطمئنا همتون یک بار آمدین. من خب فکر نمی کنم کسی باشه و در این مسجد با فاتحه کسی نامده باشه. هر روز چندین فاتحه اینجا برگزار میشه، چون که در خیرخانه دیگه دوستان عزیز اینجا شناخته شده است و کلگی میشناسنش. پارکش دوستان عزیز این تا اینجا امتداد داره. پارک بسیار بزرگ است. شما گلا رو ببینین، زیبایی ها رو ببینین. فقط دوستان گفتم اگر داخلش ما رفتین دوستان عزیز، اگر میخواین داخلش برین برین و ببینین در کانال ما پارک حسی اول خیرخانه را هم در زمستان هم در تابستان هم در خزان هم در بهار هر 4 فصل دوستان عزیز براتون فیلم برداری کردیم. البته بعد از دوستای ما هست دوستان عزیز که این منطقه را شاید دوست نداشته باشن، من برشان احترام دارم، من نظرشان خب هر کس علاقه و شوقش. توت شمالی، گیلاس شمالی، همه چیز دوستان عزیز دیگه هست. و اینی هم دوستان عزیز سرک مسجد کویتی هست. ما شما تر میرم دوستان عزیز خواستیم. خب به هر صورت دوستا این هم از خیرخانه شهر کابل. انشالله که ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کرده در کانالم چند سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتون.